همه چی درست از اون روز لعنتی شروع شد، از اون روزی که تصمیم به انجام اون کار کثافت گرفتیم. نمیدونم چی بگم، بهتره که بمونیم و از اول با هم دیگه داستانو ببینیم. دارک وب، دیپ وب، جن، موضوعات ترسناک و چیزهای دیگه موضوعاتی هستن که متاسفانه توی یوتیوب محبوبن و بیشترین موضوعی که همه ازش ویدیو میسازن احضار روح هستش و معمولا توی ویدیوهای احضار روح چند نفر یا یه نفر میاد و میشینه و یه کاری رو چند دقیقه انجام میده به امید اینکه یه روحی گذرش بخوره به اونا و بیاد یه حرکتی توی ویدیو بزنه. وای تختی بیجی بورد با خودش برد دوستان. طرف 30 دقیقه ویدیو میسازه و تو کل اون 30 دقیقه یه بار یه اتفاق میفته که اونم آخر ویدیوه و اون طرف در حالی که مثل سگ ترسیده و خودش رو خیس کرده ویدیو رو تمام میکنه. حالا من کاری ندارم که همه کسایی که توی ویدیو واکنش نشون میدن و میترسن از جانی دپ و ستاره‌های هالیوودی هم بهتر این کارو میکنن و اصلا هیچکی نمیفهمه که ویدیو الکیه. ولی اینجا یک ولی بزرگ هست. درسته که احضار روح رو خیلی دوست دارن و خیلی میسازن، ولی خرید از دارک وب یه چیز دیگه است. به جای اینکه بری یه تخته پیدا کنی و دنبال یک کلمه بگردی که توی ویدیو تکرار کنی، ویدیو هرچی آتش‌فال توی خونه هست جمع میکنی و میگی که از دارک وب خریدم. بم، خرید از دارک وب. این بچه‌ها چیه این؟ منم چه مثل سگ همیشه بوم همیشه کار میکنه. آخر سر با این کارش یه ویروس ناشناخته رو زنده میکنه. ها چس ای بیشترش قدیمی دستتو گاز نزنه. میدونی من همیشه واسم سوال بود که چرا این دوستانی که به قول خودشون از دارک وب بسته میخرن خودشون انتخاب نمیکنن چی میخوان؟ چرا باید تو هر ویدیو جلو یارو یه کارتون باشه و بگی که من نمیدونم توش چیه؟ اولین بار واقعا توی کامیونیتی ایران و توی یوتیوب فارسی قرار وارد سایت دارک وب بشم و من واقعا این دفعه نمیدونم که این ویدیو رو یوتیوب اجازه پخشش میده یا نه. و وقتی وارد سایت میشیم و جو سایت رو نگاه میکنم واقعا اصلا رنگ قرمز و مشکی استفاده کردن که قشنگ رنگ قتل و خون و اینجور چیزاست. میرسیم به بخشی که انتخاب باید بکنیم تو این سایت. یعنی واقعا چقدر انسان میتونه پس تغییر باشه که باید یه انسان دیگه رو چه میدونم اجاره کنه به خاطر پول که برای یه نفر دیگه رو بکشه. باید اینجا یه نفر انتخاب کنم. به این فیلم بردار فدایی نیست؟ شاید بگی که کی به اینجور چیزا اهمیت میده؟ من مشکلات مهمتری توی زندگی دارم که بهشون بپردازم. چرا انقدر داری خب شاید حق با تو باشه، ولی من برات یه سورپرایز دارم. اگه دنبال یه دوست دختر میگردی میتونی خیلی راحت یه دونه بخری و دیگه لازم نیست منتظر دختره باشی تا به پیامت جواب بده. چطوری؟ میگی عمو فیضی براتون از دارک وب یه دوست دختر سفارش بده. بریم که ببینیم چه دوست دختری قراره امروز بگیریم. وارد سایت میشیم و وای حاجی پشمام، این چه سایتیه؟ چه اینطوریه؟ آدمای زیادی هستن که از اینجور ویدیوها میسازن و یکی از این آدم‌ها والکوور هولمزه. نه شرلوک والکوور، نه والکوور پوارو. خلاصه این داداشمون توی حوزه ترسناک فعالیت میکنه و ویدیوهای زیادی ساخته، مثل ما چرا زنده ایم و از زندگی چی میخوایم. اگه این سوال رو قدیم موقعی که کارتون بتمن و مردنکبوتی رو دیده بودم و 5-6 سالم بود میپرسیدی شاید یه جواب محکم بهت میدادم، ولی الان واقعا خودم هم نمیدونم چرا زنده ام. به این آقای والکوور خیلی هیت شد و پشت سرش خیلی حرف میزدن و مسخرهش میکردن و من رفتم ببینم که چرا به این بنده خدا اینقدر هیت میدن و با چیزهایی مواجه شدم که با خودم گفتم واقعا چرا؟ والکوور با اینکه ویدیوهای ترسناک میسازه ولی حرفای حق میزنه. اگه فکر میکنید زمین تخته، اگه فکر میکنید زمین گرده، یه سرچ ساده تو گوگل بزنید و یکم عمیق‌تر جستجو کنید. هر جوابی که بخواید توی اینترنت هست و حتی معتبرترین مدرک توی آسمونه. ماه وقتی ماه کرویه چرا زمین کروی نباشه؟ وقتی خورشید با اون عظمتش و با اون نیروی جاذبه و گرانشش اون همه مواد داغ و مذاب و آتیش رو نگه داشته، چرا زمین با اون نیروی گرانشش نتونه اقیانوسا رو نگه داره؟ به جای اینکه بیایم راجع به یه همچین داستان مزخرفی بحث کنیم، راجع به چیزایی فکر کنیم که واقعا ارزش فکر کردن داشته باشن. و بلافاصله همه اتهام‌ها ازش برداشته شد. شاید به بازی‌ها نگاه کنی و بگی که داداش چجوری به ما هم یاد
ایراد بده، ولی این بنده خدا نمیاد خرافه تحویل بده و این کارو شاید کمتر نسبت به بقیه انجام بده. من واقعا برام سوالی که چرا دارک وب نمیاد و اسپانسر ایرانی‌ها نمیشه. بالاخره ماییم که داریم ازشون خرید میکنیم و نون تو سفرهشون میذاریم. من که نمیتونم بگم کیو دنبال کن کیو نکن یا کی محتوای بدی میسازه کی خوب، ولی خب حداقل میتونی بدونی که کی رو دنبال میکنی و به کی داری پرابال میدی. و اگه بخوام خودمو بگم تو اصلا نباید روی ویدیو من کلیک میکردی، چه برسه که تا اینجا بیای سریع از ویدیو برو بیرون. سریع هنوز نرفتی؟